بسم الله الرحمن الرحیم. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. در خانه ای که نور ولا موج میزند، آرامش و امید و صفا موج میزند. در زندگی به سبک ائمه یقین بدان، دارد همیشه یاد خدا موج میزند. سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. این شما و این دعای فرج به آستان امام زمان. الهی عظم البلا. سلام خدا به روی ماه همتون اهالی ارجمند یاد خدا. خیلی خوش آمدید. خدا رو شکر میکنم تو این روزها و لحظات نورانی محضر شریف شما مهمان هستیم. سه‌شنبه های مهدوی برنامه یاد خدا منور به نور حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست و افتخار هم داریم که محضر کارشناس ارجمندمون جناب حجة الاسلام و المسلمین حاج آقای حیدری کاشانی عزیز هستیم که شهره هستند به مباحث مهدویت. آقا سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و درود بی پایان خداوند رحمان، نثار امام زمان ارواحنا فدا، نائب الامام حجة الامام رهبر فرزانه انقلاب، تمام محبان و شیعیان امام زمان در آستانه ورود به ماه رمضان و ابتدای ماه رمضان. می‌فرماید که ماه رمضان شد می و میخانه بر افتاد، عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد یا دگر افتاد. انشاءالله که خداوند ما رو از سحرخیزان ماه مبارک رمضان و از بهترین مهمانان خودشون در ماه مبارک رمضان در دست بقیت الله الاعظم طلایه‌دار و کاروان سالار ماه رمضان قرار بده و یک لحظه دست ما رو از دست ولایت و امامت و هدایت تربیتشون جدا نکنه. انشاءالله بهترین شب‌های قدر رو هم در پیش رو داشته باشیم با عنایت امام زمان روی فدا. انشاءالله. خیلی ممنونم از تشریف فرماییتون و قبول دعوت. با افتخار خلاصه ای از جلسه قبل رو طبق عهدمون با شما و قرارمون با شما پیشکش حضورتون میکنیم. باز میگردیم و خدمت شریفشون خواهیم بود. 3720 مسیر پیامکی ما و شماست. منتظر دلنوشته ها و پیام های نورانی شما هستیم. روی چشممون میگذاریم حرفای شما رو. افتخار میکنیم که مخاطبای خوبمون شریک و سهیم در برنامه هستن. اهالی اتاق فکر برنامه هستید شما. آقا از صلوات برامون فرمودید. تو خلاصه هم دوستان اشاره داشتن. ظاهرا صلوات خیلی کارسازه. فقط یک ذکری که حالا مثلا ما میگیم آقا دهنمون مشغول به ذکر باشه، کار بد نکنیم، کار خوب کنیم، این حد اقلی ماجراست ظاهرا. و این صلوات میتونه چقدر به انسان اوج پرواز بده. و حالا شما این نکته هم فرمودید که عجل فرجهم رو، حالا اینم میشه یک تقارنی با بحث‌های حضرت عالی داشته باشه که سلوک مهدوی است. فرمودید علامه امینی فرمود که شریکش میکنم کسی این شکلی صلوات بفرسته در ثواب القدیر، که حالا از امیر با دستشون از حوض کوثر آب میدادن به حضرت علامه امینی. در عین اینکه ما باید از پرچمداران و طلایه‌داران و اطرفشانان و نورافشانان ذکر صلوات بشیم در وجود خودمون، در وجود خانواده هامون و جمع هامون، باید در شمار عارفان به معارف ذکر صلوات هم قرار بگیریم. ببینید این که میفرماید جامع ترین ذکر، آیت الله عظما بهجت، گشتیم ذکری جامع تر و برتر از ذکر صلوات نیافتیم. یه جهتش این که تمام اصول توحیدی ما که توحید هست، نبوت، امامت، اینها همه در صلوات هست. اللهم توحید نابه، از الله جل جلاله، مستجمع صفات جمال و جلال خداست. الله، نام الله داری از الله سرچشمه نور، نور السماوات و الارض داری میخواهی. صل علی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. نبوته یعنی اقرار ضمنی به توحید و نبوت و آل محمد، اللهم صل علی محمد و امامت. یعنی در یک ذکر کوتاه شما داری اقرار میکنی به توحید، به نبوت، به امامت. بعد و عجل فرجهم رو که میاری به رجعت
فرجشون رو، دولت کریمه رو به مهدویت داری اقرار میکنی، که در روایات داره کسی که اقرار به مهدویت نداشته باشه اقرار به هیچ کدام از معارف دین خدا نداشته. یعنی مثلا اینکه بگه آقا من توحید دارم، نبوت دارم، امامت هم دارم، اما اعتقاد و اقرار و باور به مهدویت ندارم. فرمان کسی که اقرار به مهدویت نداره اقرار به هیچ دین خدا، کتاب خدا و پیامبران الهی نداشته، گویا همشون رو کنار گذاشته. چون اینها از یک سنخن، از یک نمیتونی یؤمنو به بعض و یکفرو به بعض که نمیشه. یک قسمتشو مثلا دل بخواهی بپذیری ایمان بیاری، یک قسمتشو کافر بشی. میفرماید که ذکر صلوات و عجل فرجهمش اقرار به مهدویت. ولعن اعداءهم اجمعین براءته، ولایت درش هست، براءت هست، توحید هست، امامت هست، ولایت هست، مهدویت هست، یک ذکر جامعه و نور افشانی میکنه. و بعد ماه رمضان رو فرمودن که انما سمیت رمضان لانه یرمز الذنوب، ماه رمضان نامیده شده چون که ریشه گناهان رو میسوزونه. یرمز الذنوب، سوزاننده گناهان انسان. صحرای رمزه که میگن، بله، که سوزان، اینجا سوزاننده گناهان. بعد ولی نعمت ما حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیة و الثنا میفرمایند که هر کسی که قدرت ندارد که گناهانش رو، ریشش رو بسوزونه و از بین ببره، عملی پیدا نمیکنه که ریشه گناهانش رو بسوزونه کامل، پس فراوان به آستان محمد و آل محمد صلوات بفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس فراوان صلواتش رو نثار بکنه به آستان پیامبر و آل پیامبر. فانها تهدم الذنوب حتما، این فراوانی صلوات منهدم میکند گناهان رو، میسوزان ریشه گناهان رو، از بین میبره آثار فلاکتبار و ظلمتبار گناهان رو. پس توصیه ولی نعمتمون حضرت امام رضا علیه آلاف التحیة و الثنا، امام الرؤوف، امام العطوف، به همه ما فراوانی ذکر صلوات. پس پرچمدار صلوات بشیم، طلایه‌دار صلوات بشیم، اطرفشان صلوات بشیم، با ذکر و عجل فرجهم هم باشه. در هر جمعی به آستان پیامبر و آل پیامبر فراوان صلوات بسیم و به آستان ولی نعمتمون عرضه می‌داریم، عرض ارادت و محبتمون میگیم بر نور خوش شمس خراسان صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل بر چشمه نور و ناخدای ایران صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل بر او که رؤوف است و عطوف است و ودود، بر نور و سرور و مهر رحمان صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با اجازهتون محضر قرآن کریم مشرف بشیم اگر موافق باشید حضرت عالی. و فکر میکنم بهترین انتخاب میتونه همین آیه 56 سوره احزاب باشه، آیه‌ای که میفرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. چقدر خوب میشه ما هم همکار خدای متعال و ملائکه بشیم، کارشون صلوات بر محمد و آل محمد هست، ما هم این توفیق رو پیدا کنیم. چه خوش سلیقگی خوبی هم میکنند آقای حسین زاده عزیز و همکارانشون. آیات رو که پخش میکنن پایانش با ذکر صلوات قرین هست و همراه هست و با ذکر خوشبوی صلوات برمیگردیم به برنامه. مشرف به محضر قرآن میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حجاب محضر شما هستیم، 10 دقیقه زمان داریم. حسن ختام فرمایشات حضرت عالی باشه و جمع‌بندی حضرت عالی. آنقدر در رابطه با برکات و خیرات و آثار و اسرار صلوات ما حدیث داریم که شاید 10 برنامه رو به خودش اختصاص بده، که ما حالا 1-2 برنامه رو اختصاص دادیم، یه اساره‌ای و خلاصه‌ای. ببینید ما باید پویش صلوات‌های جمعی راه بیاندازیم، یعنی در هر جمعی باید ذکر صلوات با همراه و عجل فرجهم باید طنین انداز بشه، اطرفشان بشه و نور افشان بشه. مثلا داخل ماشین می نشینی، وارد میشی، به هر حال راننده هست، 1-2 نفر نشستن، شما تا وارد میشه انسان میشینه بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تعجیل در فرج امام زمان سلامتی وجود مطهرش صلوات. اللهم صل علی محمد. این زنده کردن نام و یاد
امام زمان با صلوات که مصداق دعا برای تعجیل فرجه و 110 خصلت آثار و اسرار برای آثار دعای برای تعجیل فرج برشمردن به ما عظمت میده، فضا رو عوض میکنه. برای گناهانمون که فرمودن فانه تهدم الذنوب هدما، این میاد تمام گناهان ما رو منهدم میکنه. اما یکی در فضیلت صلوات جمعی میخوام یک حدیث شگفت رو تقدیم بکنم محضر عزیزان دلمون تا انشالله هم عهد بشیم در پرچمداری صلوات، که حدیث مفصلی است از شب معراج. پیامبر میفرمایند که در شب معراج یکی از شگفت‌انگیزترین اموری که دیدم، ملکی که این قدرت حسابگری و شمارش بیپایانی رو خداوند به او عنایت کرده بود که صدا زد یا رسول الله، تعداد قطرات بارانی که از ابتدای خلقت تا این لحظه و از این لحظه تا انتهای خلقت میباره، تعدادش رو من میدونم. خداوند قدرت حسابگری و شمارش داده. این که چه تعدادش در بیابانها، چه تعدادش بر سر مردمان، بر دریاها، بر کوهها، همه اینا رو حساب کتابش رو دارم. اما من با این قدرت حسابگری و شمارش فراوان و بالا از عهده شمارش ثواب یک عمل از امت تو ناتوانم، عاجزم، بر نمیام. و اون کجاست؟ قوم من امتک یحضرون مجمعا فیذکر اسمک عندهم فیصلون علیک فانا لا اقدر علی حصر ثوابه. قوم و امتی که در یک جمعی حاضرن، یه جمعی از امت تو، نام تو برده میشه و صلوات میفرستن به آستان تو، من از عهده محاسبه ثواب و پاداش این صلوات جمعی عاجزم. اینه که خیلی بجاست که پویش صلوات‌های جمعی راه بیاندازیم، مخصوصا در سال 1400 که بشارت دادن سال بسیار سرنوشت سازی در رسیدن به آستان ظهور امام است و آمادگی ما و آمادگی جهان هست. با این ذکر و بهره‌مندی از آثارش و اسرارش ما سبقت بگیریم به آستان ولایت و امامت. این عظمت صلوات جمعی، عظمت صلوات که پربهاترین ذکر، بهترین ذکر. شخصی به نام عبدالسلام میاد محضر امام صادق علیه السلام، میگه من در طواف خانه خدا بودم، یه مرتبه در خانه خدا بیگمان باز شد و ما یه مرتبه دیدیم داخل خانه هستیم. خدا انشاءالله رزق و روزی ما و شما و همه مشتاقان بکنه انشاءالله از این توفیقات رو. میگه انقدر هیجان زده بودم که هیچ ذکر، هیچ آیه قرآنی، هیچ ذکر قرآنی به ذهنم نیومد، هیچ ذکری، همه رفت. میگه فقط این چند ساعتی که داخل خانه خدا بودم من ذکر صلوات یادم بود و به آستان پیامبر و آل پیامبر ذکر صلوات رو داشتم. حال من چگونه است؟ حضرت فرمودن اما انه لم یخرج احد به افضل مما خرجت به، بدان هیچ کس از خانه خدا بیرون نیامده به چیزی بهتر، عالیتر و پربهاتر و ارزشمندتر از آنچه که تو با آن بیرون آمدی. یعنی پربهاترین و بهترین ذکر رو تو در خانه خدا، در بهترین مکان، بهترین ذکر رو که ذکر صلوات بوده داشتی. حالا این ذکر صلوات وقتی که با وعجل فرجهم همراه بشه، مصداق دعا برای تعجیل فرج حضرت. شخصیتی داریم سید محمد تقی موسوی اصفهانی، از علمای بزرگ شیعه، از قبر مطهرش در اصفهان بنده توفیق حضور داشتم. بارگاهی ساخته شده، محل ظهور کرامات، اهل تشرف به محضر امام است، مأموریت و رسالت پیدا میکنن کتابی بنویسن و فواید دعا برای تعجیل فرج حضرت رو بیان کنن. کتابی میشه به نام مکیال المکارم فی فواید دعا للقائم صلوات الله سلام علیه. 110 اثر و برکت از آثار و اسرار و خیرات و برکات دعا برای تعجیل فرج امام زمان رو اونجا میارن. این صلواتی که با وعجل فرجهم فرستاده بشه، چون مصداق دعا برای تعجیل فرجه، تمام اون 110 اثر رو خواهد داشت. فقط چند اثرش رو حسن ختام عرض میکنم که یکیش میگه کسی که اهل دعا برای تعجیل فرج باشه، که این صلوات با وعجل فرجهم ما رو در مصادیق اونها قرار میده، در شمار امامان محشور میشه، منا اهل البیت میشه، به مقام سلمان ملا اهل البیت میرسه. دوم،
ایمنی از دامهای شیطان خدا به او عنایت میکنه، او رو در کنف حمایت، حفاظت و حراست ویژه خودش قرار میگیره که از دامهای شیطان که در آخر الزمان به حد اعلا میرسه در امان بمونه. از فتنه های آخر الزمان خداوند او رو نجات میده، بلاها و به گرفتاری ها و مصیبت ها رو از او دفع میکنه که برای این دفع بلای فراگیر ما نهضت صلوات و پویش صلوات های جمعی را بیاندازیم، استفاده کنیم از این تاج عزتی که خداوند بر سر امت اسلام و شیعیان و محبان گذاشته. وسعت رزق و روزی و دوری از فقر که خود حالا صلوات میگه شخصی اومد محضر پیامبر شکایت کرد آقا خیلی گرفتارم، خیلی در مضیقه هستم. حضرت فرمود اگه میخوای درهای رزق و روزی سرشار از آسمان به روی تو باز بشه پس فراوان صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعای امام زمان در حق دعا کننده، وقتی شما میگی و عجل فرجهم بلافاصله دعای امام زمان هم بدرقه راه ما میشه. تابش نور هدایت و تربیت امام زمان در قلب دعا کننده. وقتی صلوات رو با وعجل فرجهم میفرستیم همون جای روزنه‌ای باز میشه برای دریافت نورون علی نور ولایت و امامت امام عصر ارواحان افتاد و آثار فراوان دیگری که میفرماید که اهل رجعت میشه، او رو خداوند در شمار رجعتیون قرار میده. توفیق زیارت امام عصر رو در زمان حیاتش به او عنایت میکنه. حدیث پایانیمون امام صادق علیه السلام فرمود هر کس صلوات‌هاشو با وعجل فرجهم بفرسته، مخصوصا بعد از نماز صبح و نماز ظهر که موضوعیت داره، نخواهد مرد تا آن که امام زمانش رو از خاندان پیامبر درک بکنه. و این همون اثریه که میگه وعجل فرجهم که دعا برای امام زمانه، توفیق تشرف به محضر حضرت رو یا تشرف حضوری یا تشرف در خواب و رویا رو عنایت میکنه که امیدوارم خداوند رحمان ما رو در شمار تشرف یافتگان به محضر امام عصر ارواحان فدا قرار بده انشاءالله. ما 3-4 دقیقه زمان داریم و نمیدونم چی صلاح میدونید با چه فضایی برنامه رو تمام کنیم. مفیدترین حرفی که بینندمون توقع داره فکر میکنم همین برکات ارتباط قلبی با امام زمان هست که امام زمان و از طریق صلوات که از مسیرهای خدا رو شکر که چند دقیقه فرصت شد که بحثمون این دو حدیث رو هم ببینید. می‌فرماید که کسی که در نوشته‌ای صلوات بر من رو بنویسه، صلوات نگاری، همونجوری که گفتیم حق القلم، اولین حق قلم اینه که با بسم الله الرحمن الرحیم نگاشتن بسم الله آغاز بشه. توصیه میکنیم عزیزان دلمون این یه سنتی بشه، عهد بکنیم هر چیزی رو که خواستیم نوشته ای رو آغاز کنیم اول بسم الله الرحمن الرحیم، بعد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم تا شامل این روایت و حدیث پیامبر باشیم. کسی که در نوشته ای صلوات بر من رو بنویسه، فرشتگان تا آن زمان که اسم من در اون نوشته هست همواره برای او استغفار میکنن مادامی که این نوشته باقیه. و نکته پایانی که فرمودی بهترین ها رو بگیم، حضرت آیت الله العظمی بهاءالدین رضوان الله تعالی علیه که از مراجع بزرگ شیعه بودن و دریای تشرفات به محضر امام عصر ارواحنا فدای جمله معروفی دارن، میفرمایند من در طول عمرم بالاتر از این کار و این عمل و این نظم برای رفع مشکلات و دفع گرفتاری ها سراغ ندارم. خیلی بیننده هامون همیشه این سوال رو دارن که برای حاجات بزرگمون چه کار کنیم. از زبان آیت الله العظمی بهاءالدینی میگیم که فرمودن برای استجابت دعا و رفع مشکلات نظری بالاتر از این سراغ ندارم. یک گوسفند قربانی کنید، بخشی از گوشت اون رو بین فقرا و نیازمندان به شدت مستحق که در خرید گوشت میمونن تقسیم بکنید، بخش دیگر اون رو در جلسه ختم صلواتی که برگزار میکنید سفره بیاندازید و اطعام بکنید. یعنی آبگوشتی تهیه بشه، ترجیحاً آبگوشتی تهیه بشه یا با اون گوشت گوسفند یا غذای کبابی تهیه بشه، سفره انداخته بشه، جمعی از مؤمنین رو دعوت بکنید، جمع کنید، اون صلوات جمعیه که ثواب بی نهایت داره. 14,000 صلوات رو تقسیم کنید بین این جمع صلوات. 14,000 صلوات که تمام شد حدیث کسا رو تلاوت کنید. پس شد یک گوسفند قربانی، بخشیش تقسیم بین نیازمندان، بخشیش برای اطعام جلسه ختم صلوات. جمعی از مؤمنین و مؤمنات دعوت میشن، 14,000 صلوات تقسیم میشه، فرستاده میشه، بعد حدیث کسا خوانده میشه، بعد توسل به 3 باب الحوائج، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، حضرت ابوالفضل عباس و حضرت علی اصغر، 3 باب الحوائج.
توسلی پیدا میشه. بعد سفره اطعام با گوشت قربانی اطعام میشن حاضران. در پایان سفره برای دفع اون مشکل و برآورده شدن اون حاجات، دفع اون گرفتاری و بیماری یا شفای اون بیمار دعا میشه. فرمودن در طول عمرم نظری بالاتر از این سراغ ندارم که به برکت 14,000 صلوات و حدیث کسا و توسل به سبا و الحوائج و در حقیقت اطعام با گوشت قربانی انجام میشه که در اونجا هم داره در خود حدیث کسا که وقتی خوانده میشه محل نزول ملائکه الهی است و صاحب هم و غمی نمیمانه که خداوند به برکت این حدیث کسا هم و غم او رو برطرف